سلام بینندگان گرامی، اینک برنامه نوبتی سمند اندیشه پیشکش شما می‌گردد. بزرگترین دستاورد ملت تاجیک در هزار ساله آخر این به دست آوردن استقلالیت است. استقلالیت کامل سیاسی. هرچند عصر 20 ابتدای عصر 20 برای ما یک دولت مستقل با نام تاجیکستان داد، اما در دهه آخری عصر 20 ما صاحب دولتی کاملا مستقل با نام تاجیکستان گردیدیم و امروز مردم تاجیک شکرگزاری از استقلال میکنند و با سیاستی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان پیش گرفتند، مردم صداقت خود را نشان میدهند و استقلالیت را بزرگترین دستاورد خود میخوانند و این سیاست برای تحکیم استقلالیت روانه شده است، برای تحکیم خودشناسی و خودآگاهی مردم تاجیک، برای پیشرفت تاجیکستان عزیز نگرانیده شده است. ما برای معین کردن دستاوردهای زمان استقلال تاجیکستان، برای معین کردن نقش تاجیکستان در روند مناسبت‌های بین المللی به استودیا کارشناس ساحه مناسبت‌های بین المللی امرالدین شریف را دعوت کردیم. معلم محترم، ما شما را به استودیا خیر مقدم میگوییم و در ابتدای استقلال که ما در عرفه جشن مبارک استقلال ایستادیم، من میخواستم همین روندی که در ابتدای استقلالیت تاجیکستان داشت با اون روشنی اندازیم و بعد گذاریم به زمان معاصر. اصلا استقلالیت سیاسی این آرزو و آمول هر یک خلق، یک هدف و مقصد نهایی هر یک مردم برای آزادانه معرفی نمودن خود، یک افاده فرهنگ، طرز زیست و عنعنه بوده در شرایط معاصر اهمیت خاصه کسب می نماید، زیرا در آخر عصر 20 در روند فروپاشی نظام دو قطبی و ظهور خطرهای معاصر ما با خواست تقدیر یک هدیه بسیار بزرگ در شکل استقلالیت را به دست آوردیم که از یک طرف این اگر آمال و آرمان هزار ساله مردم باشد، از طرف دیگر همزمان یک مسئولیت بسیار بزرگ و در زمینه آغاز جنگ شهروندی و جنگ تحمیلی می توانست که همون کشوری که شما نامبر کرد، یعنی نیمه مستقلی که در زمان شوروی بود، همون را نیز می توانست از بین برد. یعنی استقلالیت را ما زمانی صاحب شدیم که هم این مسئولیت بلند، هم افتخار را انعکاس میکرد و همزمان در روند بسیار مرکب و یک خطری نیستشوی دولت قرار داشت و اگر آن را امروز ما با زمان معاصر مقایسه نماییم، پس واقعا میبینیم که کشور ما در زمینه استقلال دولتی، در زمان رشد مستقلانه همچون دولت ملی با دستاوردهای نهایت بزرگ صاحب شده است که اصلا در تاریخ ملت نظیر ندارند و آن کشور جنگ زده و آن کشوری که در ذهن جامعه جهانی همچون یک کشور قفا مانده دارای عنصرهای افراطی و خصوص بنیادگرایی دینی و یک سیمای برادرکش داشت و به زبانی اگر عادی گوییم اکثر کشورهای دنیا از استقرار روابط با ما هم حذر میکردند و هم خودداری از مبلغ گذاری و همکاری با کشور ما را میکردند. امروز از جانب تمام کشورهای جامعه جهانی عضو سازمان ملل متحد، یعنی 190 کشور باقی مانده مورد اعتراف قرار گرفته، با 183 کشور دیگر روابط دیپلماتی داریم. یعنی خود همین دستاورد استقلال
و از همه مهمترینش حفظ و مستحکم نمودن آن در شرایط مرکب تغییرات‌های بنیادی و خطرهای جهانی شوی یکی از بزرگترین دستاوردهای است که خلق تاجیک به واسطه آن را در زمان مستقلیت تحت سروری خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دست آورده است. و خوب گفتید و تاجیکستان در همین زمان استقلالیت عضوی هم سازمان‌های بین المللی هم سازمان‌های منطقوی شده روابط خود را هم با جامعه جهانی و هم با کشورهای علاهده به راه مانده است. از جمله تاجیکستان عضو سازمان ملل متحد گردید و در برابر این عضو چندین سازمان‌های دیگری هم بین المللی و هم منطقوی است. من می‌خواستم با همین مسئله کمی روشنی اندازید. راستی امروز سازمان‌های بین‌الخلقی منطقوی یکی از مکانیزم‌های مؤثری مناسبت‌های بین‌الخلقی حل مشکلات عمده و مبرم جهانی و یکی از اشتراکچیان اساسی سیاست جهانی مبادل گشتند و هر یک کشور مستقل، هر یک کشوری که هدف معرفی خود در صحنه جهانی را دارد، حتما یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی آن همکاری با این نهادها میباشد. بخصوص که نهادهای مذکور با در نظر داشت مخصوصیت و وظیفه‌های در نظرشان گذاشته ساحه‌های علاهیده رشد جامعه را راهبری نموده زمینه یک همکاری متقابلا مفید و ثمراناک گشتند. امروز اگر ما بینیم که بعضی کشورها در علاهیدگی نمیتوانند که به حل مشکلات دست یابند، پس سازمان‌های بین‌الخلقی و منطقه‌ای منبرهای بهترین مکالمه و بررسی مسائل مبرم جهانی گشته است و تاجیکستان نیز یکی از هدف‌های مهم خود را در عضویت و شرکت فعال در چنین سازمان‌ها می‌دانست. طور از اجلاسیه تقدیرسازی 16 شورای عالی برمی آید. در زمینه این اجلاسیه نه تنها سروری سیاسی به ذمه پیشوای ملت افتاد، بلکه یک زمینه تشکل سیاست خارجی آینده و هدفهای آن معین گردید که از جمله در مراجعتنامه اولین به مردم شریف تاجیکستان انعکاس یافته است. یعنی در اینجا در برابر هدفهای معین شده عضویت به سازمان‌های بین‌الخلقی و منطقوی یکی از هدفهای افضلیت‌ناک معین گردید و دستاورد کشور در سالهای استقلالیت در آن ظاهر می شود که تاجیکستان امروز عضو 57 سازمان با نفوذترین بین المللی و منطقوی بوده. نه تنها در این سازمان ها همچون عضو برابر بلکه عضو تشبسکار و فعال و راه اندازی حل مسئله های مبرم گردیده. در این زمینه توانست که با استفاده از مکانیزم های بسیار جانبه نه تنها به صلح و صلاح و وحدت ملی دست یابد، بلکه به بنیاد و بازسازی اقتصاد ملی، به رشد انفراساختار کشور، تحکیم اقتصاد ملی، به جلب سرمایه ها و بنیاد کارخانه های مشترک و گذاشتن زمینه استوار به تبدیل تاجیکستان به کشوری رشد کننده و پیشرفته موفق گردیده است. خیلی خوب گفتید. از صحبت شما برمی آید که تاجیکستان در ابتدای استقلالیت به مشکلی دچار شد، اما محض سیاست و راهبری دوراندیشانه پیشوای ملت بود که تاجیکستان پرابلم ها مشکلات داخلی خود را حل کرد و رو به حل مشکلات جامعه جهانی آورد و ما میبینیم که چندین اقدام و تشبس های سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب سازمان های جهانی و همچنین از جامعه جهانی پذیرفته شدند. از جمله مسائل های مربوط به آب و اکولوژی، مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، مسئله صلح در منطقه. یعنی خیلی مسائلی هستند که تاجیکستان تشبسکار و راه اندازی سیاست حل کردن همین مشکلات است. بله استاد عزیز، واقعا
اگر ما گوییم که تاجیکستان بعد حل مشکلات خود با بررسی مشکلات جهانی پرداخت، ما در اینجا خطا میکنیم، زیرا که وقتی که پیشوای ملت تاجیکان 29 سپتامبر سال 1993 از منبر سازمان ملل متحد اولین مرتبه ماهیت سیاست صلح‌جویانه و سمت‌های افضلیت‌ناک تاجیکستان را معرفی می‌نمود. در اونجا یک دو نقطه دیگر تاکید گردید، یعنی حل مسائل افغانستان، تلاش دستجمعانه به حل مسائل مبرم جهانی و تشکل نهادهای سازمان ملل متحد برای حل عادلانه مسائل گلوبالی. و واقعا سروران کشورهای جهان حیران شدند که یعنی کشوری که خودش در حال تقریبا نابودی است، با مشکلات زیاد دچار شده است، چی خیل برای حل مسائل افغانستان تکمیل نهادهای سازمان‌های بین المللی و حل عادلانه مشکلات جهانی و روش دستجمعانه دعوت می‌نماید. و وقتی که جامعه جهانی درک کردند که این ملت، این دولت در زیر تأثیر یک تمدن خاصه، فرهنگ ملی که از زبان استاد سعدی شیرازی صدا داده بود، در مثال بنی آدم اعضای یکدیگر معرفی میکنند، پس درک کردند که واقعا این کشور، این دولت، این ابرمرد نماینده اون فرهنگی کهن بنیادی می باشد که نسبت جامعه جهانی و مشکلات اون بپروا نیست. و بخصوص صدای تاجیکستان وقتی قطعی تر صدا داد که ترنم نمود که ما به حل مشکلات خود با صلح، وحدت و همبستگی ملی دستیاب گردیدیم. بعد این علاقه پیشنهادهای ما خصلت یک منطقی مبرم و مشخص را کسب نمود که هر یک فرد سالم آن را قبول و دستگیری میکنند. و گزارش مسئله از جانب همین حکومت تاجیکستان، از جانب دستگاه سیاست خارجی ضمن ارائه تشبسات طور راه اندازی میشد که با در نظر داشت مبرم و منطقی بودن آن، هر نفری که آن را انکار میکند به اصطلاح بر ضد عقل سالم و یک روند رشد جهانی برآمد میکند. زیرا که هیچ کس نمیتواند مسئله تغییریابی اقلیم را انکار کند، هیچ کس نمیتواند اهمیت آب را نادیده گیرد، هیچ یک نفر نمیتواند که خطر و دهشت خطرهای معاصر را نادیده بگیرد. و در این زمینه تاجیکستان با کشور تشبسکاری حل مسائل گلوبالی هم در ضمن یک فرهنگی غنی و یک تمدن بزرگ موفق گشت و هم ضمن طرح‌ریزی درستی اساسهای سیاست خارجی که در آنجا در برابر حل منفعت‌های ملی، رسیدن به یک رشد استوار، تامین امنیت و حفظ استقلالیت، همزمان معرفی تاریخ فرهنگ کشور در سمت دیپلماتیای فرهنگی و تشبس‌های عالم شمول گذاشته شده بود که مایه و نتیجه آن امروز کشور را به یکی از کشورهای پیشاهنگ و شناختنی در صحنه جهانی تبدیل داده است. بله، خیلی خوب گفتید. و طبیعی است که ما اکنون که در عرفه همین جشن ایستاده ایم، ما اگر یک نظر اندازیم به گذشته، ما از همین مشکلات، راه پرپیچ‌تاب رسیدن به امروز سعادت ملت، باز ما را در برابر آن تشویش‌ها که پس سر کردیم یک افتخار فرا میگیرد، چون ما توانستیم که به صلح و وحدت رسیم، تاجیکستان را معرفی کنیم. و من میخواستم که انمی آرزو تمنیات شما برای انمی بینندگان تلویزیونی ما چی است؟ برای مردم شریف تاجیکستان در سمت تحکیم استقلالت چی گفتن میخواید؟ سلامت باشید استاد عزیز. راستی اگر ما خواهیم که دستاوردهای
زمان استقلال را در ساحه دیپلماتی و سیاست خارجی بررسی نماییم. شاید ساعت‌های زیاد لازم باشد. طوری تاکید کردیم این دستاوردها در تاریخ ملت نظیر ندارند. توانستند که ملت را در صحنه جهانی با معنای تام معرفی کنند. یک دلیل عادی در آن ظاهر می شود که تنها در سال 2023 سازمان عمومی جهانی علم، معارف و فرهنگ یونسکو 15 پیشنهاد تاجیکستان را ضمن به فهرست یادگاری‌های مادی و معنوی دنیا وارد کردن ارزش‌های گوناگون دستگیری نموده است که واقعا یک باعث افتخار هر یک تاجیکستانی باید باشد. در مجموع زیاده از 100 پیشنهاد تاجیکستان امروز همچون میراث فرهنگی عمومی بشری اعتراف شدند که البته از یک جهت افتخاری هر یک تاجیکستانی است، مایه افتخار و سعادتمندی. از جانب دیگر این یک زمینه مسئولیت برای هر یک شهروند، مسئولیت شهروندی، ناموس شهروندی برای هر یک ساکن کشور می باشد که وقتی که ما نمایندگی از فرهنگی کهن بنیاد و تمدنی غنی میکنیم، پس باید خود نمونه باشیم. و از جانب دیگر این عامل میتواند که به یک ناراحتی و غش بس کشورهای ابرقدرت و قدرت‌های علاهیده زمینه گردد، چون که آنها که در دنیا تلاش معرفی خود و یک تشکل سیمای مثبت خود را دارند، شاید مانع توسعه من بعده شناخت تاجیکستان، اعتراف آن و دستاوردهای آن گردند. برای همین مهمترین دستاوردی که امروز ما با آن موفق شدیم، این نوبسته از جایگیر شوی در یک منطقه حساسی سیاره، یعنی منطقه آسیای مرکزی، همسایگی با کشور افغانستان که در آنجا آتش جنگ طول تقریبا 50 سال خاموش نمی شود، این صلح، ثبات و آرامی می باشد که توانسته است کشور را در ردبندی پژوهشگاه های بزرگترین دنیا در مقام اول نشان دهد. و در این زمینه تمنیات ما برای بینندگان در آن ظاهر می شود که ما باید با در نظر داشت این راهی طی کرده ملت در طول زیاده از 13 ساله، اولا به خود استقلال و دستاوردهای آن فخر نماییم و آن را پاس داریم، آن را درک نماییم، برای مستحکم شدن آن کوشش کنیم و نوبسته از حجم و سطح این دستاوردها با آنها اکتفا نکرده، برای رشد دولتداری، برای یک حفظ آیین، ناموس، فرهنگ و تمدن ملت، برای فراهم آوردن شرایطی خوبی زندگی برای شهروندان و برای رشد استوار کشور در اطراف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان متحد گردیده برای دستیابی به دستاوردهای نو به نو و بیش از پیش حرکت و تلاشی دست جمعانه نماییم. تشکر زیاد. واقعا هم استقلالیت یک دستاورد بزرگ ملت ما، زیرا در جهان ملت های کم نیستند که آرزوی اساسیشان رسیدن به استقلال است و متاسفانه آنها همین استقلال، همین نعمت را ندارند. خوشبختانه ملت تاجیک صاحب استقلال است. برای تحکیم استقلالیت ما باید در اطراف سیاست سازنده و وطن دوستانه سرور دولت متحد باشیم و از بس که ما و شما معلم هستیم، باید نسل نو را در روحیه انمین ارزش های ملی، در روحیه تحکیم برای استقلالیت مملکت تربیه و تعلیم دهیم. با امید خانوادی تحکیم استقلالیت تاجیکستان عزیز، برنامه نوبتی سمند اندیشه به انجام میرسد. یادآور میشویم که در صحبت ما بودند کارشناس مسائل سیاسی، استاد فاکولته مناسبات بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان امرالدین شریپوف. شاد و مسرور باشید.